سلام، نام مریم است. من معلم یوگا و پلاتیس هستم. تقریبا 15-16 سال است که من تجربه دارم و همیشه هر کس به ما میگن که چرا برای ما در زبان و فارسی زبان ما چرا به ما کلاس نمیدی. و من امروز خواستم که یک ویدیو براتون روان کنم. بسیار میبخشید چون من همیشه به انگلیسی گفتیم، کلاس های ما پیش بردیم. اگر به فارسی میگم یکان وقت از پیش واسطا میشه، میبخشین. امید است که امرو دارم برای تجربه و پرکتیس بهتر شود. خب شما یک کسایی که مثلا این یوگای چوکیست که سر چوکی شما سپورت میکنین، کسایی که مثلا پرابلم زانو دارن، زانویشان به تکلیف هستی که عملیات شده زانویشان، یکی خیستن و ششتن باشن بسیار مشکل است که مثلا بخیزن و بشینن به خاطر مشکل زانوهایی که دارن، یا یکی به زینا بالا شدن، یا یکی از جای خیستن و ششتن و تا شدن باشن بسیار تکلیف است. و من این سپورت هایی که مخصوص برای این چیزا خوب است و فایده داره من براتون میتونم. و شما اگه این کار هر روز بر 10 دقیقه اگه شما این کار بکنین براتون بسیار سهولت میاره و فایده میکنه. خب بخانه هر رقم چوکی که باشه، چوکی آرام خورد و یک کمی پشت سر مثلا بر تختی پشت تکیه داشته باشه، شما در سر چوکیتون میشینین و استخوانهای سورینتان راستن در سر چوکی. شما در چوکی ششتین اما تختی پشتتان ستون فقراتان راست است، مستقیم، که سرش وزن مثلا تو سرش وزن خود پرت نه، باید تو مستقیم باشه. شما راست مستقیم میشینین. اوکی، دستایتان سر پایتان میمانین. در یوگا و هر سپورتی که میکنین ماندار نفس کشیدن بسیار مهم است. شما معمولا شروع میکنیم هر سپورتی که من براتون میگم برای تنفس ما شروع میکنیم و فعلا بر سر شانه خود کار میکنیم. کسایی که مثلا مشکل شانه دارن، شانهشان شخ است، گردن شخ است، این براتون بسیار فایده داره. اوکی، دستا سر پایتان یک مثل دایره واره شانهتان شما سپورت میتین. مثلا میگیرین شانهتان رو میارین طرف گوشایتان، باز پشت سر، باز پایی. نفس میکشین، شروع میکنین به نفس کشیدن، میارین شانهتان پیش گوشایتان، باز نفس خارج میکشین، خم میکنین، پایین میارین. سه بار دگام به می دایره رو میکشین کت شانهتان. یک بار دگام و آن برعکس میگیرین. مثلا شانهتان رو میبرین پشت سر، باز میارین طرف گوشایتان، باز پیش روی، باز پایین. حلقه را برعکسش میکنین. امرای نفس کشیدن، تنفستان باید یادتان نره. تنفس عمیق از رای بینی. وقتی که اوار خارج میکنین از رای دهنتان فعلا میگیریم. یک بار دیگه. حالا دست راست میگیرین سر زانوی دست چپ میمانین و دست چپ سر زانوی دست راست میمانین. گردن طرف چپ سعی میکنین، روبرو و طرف راست سعی میکنین، روبرو. حالا شروع میکنیم امرای نفس کشیدن. یک جا نفس که شروع میکنین به داخل بدنتون از رای دماغ، از رای بینی، طرف چپ سعی کنین،
خارج میکشین تا روبرو و باز نفس میکشین طرف راست سعی میکنین. هر مشکل شخ بودن گردن، شانه بر اینمی سپورتاش به هر فایده داره. یک بار طرف راست، سعی نفس درست میمانه. یک دست سر دست دیگه میگیرین بلند پشت سر گردنتان میمانه. از جایی که مثلا قبرغایتان است، کمرتان چرخ میکنین طرف چپ، پس روبرو، باز طرف راست. روی نفس میکشین، اینجا نفس خارج میکشین، باز طرف راست. یک بار طرف راست و دستای دارم بیاریم. پایتان دستا سر پایتان بدون از اینکه سرینتان از چوکی بلند کنین، فقط شما تختی پشتتان پایین میاریم، مثل از اینکه میسازین، مثل میز. سینه تان در سر پایتان، عضلات شکمتان داخل میگیرین، آستا آستا پس بالا میکنین. روی نفس بکشین، شروع کنین به نفس کشیدن. میارین تخته پشتتان مثل ساندویچ واره، مثلا شکمتان، سینه تان سر پایتان است. این حال نفس بیرون میکشین، پس خود راست میکنین بدون از اینکه از کمرتان استفاده کنین، فقط همه چیز از روی شکمتان است. این نه تنها که مثل برای پشتتان فایده داره و همچنان چربی های شکم هم کم میکنن. اوکی. سر نفس شروع میکنین به نفس کشیدن. میاین مثل میز پشت سرتان است و این حال نفستان میکشین خارج. پایین و بالا. یک بار دیگه. یوگا مطالعاتی که هست بسیار مهم است که آدم دقیقاً عمیقاً در جان خود مشغول باشه. مثلا شما باید زیر کنترل باشه تمام عضلاتتان، چه قسم شما استفاده میکنید بدنتان و چی رقم شما به زیر کنترل دارید. وقتی که سپورت میکنید نمی مقصد مکلی از طرف فامیل اینا دور بسازین و فوکسش داخل بدنتان باشه. اوکی. حالا میاریم برای پای خود. کلیه پایتان بلند میکنین از زمین، پس میارین پایین. بلند میکنین، پس میارین به زمین. فقط ده انگشت پایتان که هستک در زمین هستک و پس میارین کلیه پایتان پایین میمانین در زمین، باز بلند میکنین. این نه تنها به ساقای پایتان بسیار فایده داره، همچنان برای زانویتان بسیار فایده داره، برای بجلک پایتان بسیار فایده داره و به خود با پای خود هیچ وقت استفاده درست نمیکنیم. برای انگشتای پایتان برای تمام بدن فایده داره، چون تمام رگای عصب که هست در کف پای می باشه زیاد
و اینا هر کدامش ارتباط دارن با وجود ما و بدن ما. 2 بار دیگه می کار میکنین، روزی 7 بار 8 بار این کار شما بکنین، فایدهش میبینین که بسیار بدنتون فایده میکنه. اینال کری پایتان در زمین میمانین، فقط انگشتای پایتان رو بالا میکنین، پس پایین میکنین و بالا میکنین، پایین میکنین و همچنان میتونین که دستایتان به می رقم شما کار کنین، سپورت بدین. 4 بار دیگه، 1 2 3 و 4. اما تو مستقیم ششتین بدون از اینکه پشتتان خم چیزی کنین، دست راستان میگیرین، طرف نزدیک پایتان میسازید، پای راستان و بلند کنین، امرای دست دیگه تان و کمک شدین بلند میکنین و زانو رو میارین طرف سینه تان، میارین و انگشتای پایتان شور میتین و با جلک پایتان میگیرین، دایره واری میسازین، دایره بکنین که این برای پایداری بسیار فایده داره و پس میارین به زمین میمونین. این هم پایده تانه میگیرین، امرای دست چپتان دستان سر پایین زانو میمونین، زانویتون رو بلند میکنین، امرای دست دیگه کمک میگیرین طرف سینه دان، پشت سرتان با کلی مستقیم است، راست است و انگشتای پایتان شورک میتین و اینال از جلوی پایتان دایره میکشین و زدش برعکسش و میارین پایین. پایتان واز میگیرین، دستایتان سر پایتان و خودم میخواین خم کنین بدون از اینکه سورینتان رو بلند نمیکنین از چوکی. سورینتان به چوکی شرش است. پایین میرین با تخته پشتان مثل میز میسازین و میارین طرف راست چرخ میکنین، سعی میکنین و باز میایین طرف چپ چرخ میکنین، سعی میکنین راست و چپ. این تمام شخی ستون فقرات، تخته پشت، پای، سورین، کمر همش از بین میبره. یک بار دیگه هم طرف راست و یک بار دیگه هم طرف چپ. این عضلات های امی حرکت های بسیار خرد و ایناست اما به حد فایده مند است. باز هم مستقیم ششتین، یک کمی خود جلو میارین، یک قدم پیشتر پایتان میمانین و پشت سر مثلا جای زیاد است به چوکیتان. دستایتان میگیرین روبرو، اما شانایتان پیش روی نمیارین، سرش فشار نمیدین. نفس بکشین، بیارین دستایتان طرف چپ بلند، نفس خارج میکشین، میارین دستایتان روبرو، باز پشت سر بلند میکنین. وقتی که بلند میکنین شما عضلات شکمتان هم همچنان مشغولی از این کار است و همچنان یک سپورت برای شکم است. دستایتان پشت سر میارین طرف
چت، پس میارین پشت سر، یک بار دیگه بلند میبرینش بالا و یک بار میبرینش پشت سر. وقت انوز در پشت سر قایم هستین، بگیرین انگشتایتان تیره بیر کنین دستایتان و سینیتان بلند بکشین، شانایتان پشت سر، اینال طرف راست سعی میکنین، پس طرف چپ سعی میکنین و مستقیم رو برید. اینال باز طرف دستایتان بیرون پشت سر هستن، اینال باز طرف چپ سعی میکنین، طرف راست سعی میکنین روبرو، باز طرف راست چپ روبرو، چپ راست روبرو. دستایتان اینا میتین همیشه مثلا گرنگ شده معلوم میشه. و همچنان نه که برای تخت سینه‌تان بسیار فایده میکنه و باز میکنه، برای شانایتان، برای تمام دستایتان، برای گردنتان، همش تمام بدنتان باز میشه. مثلا شخی و شخ بعض نفر دارن اونا از بین میرن. اگر شما روز 10-15 دقیقه این کار بکنین واقعا براتون فایده میکنه. و امروز ما قبول براتون گفتم انشالله با آینده ویدیوهای دیگه خودم روان میکنم. معلوم داری به این معنای زیسته که شما چقدر میخواین و اما براتون 100% براتون میگم که بسیار براتون فایده میکنه. نفس بکشین، عضلاتش کمتونه استفاده کنین به نفس کشیدن. از رای بینی نفستان میگیرین و از رای بینی آله نفستان خارج میکشین. یوگا پلاتس همیشه شما باید به بدنتان فکر کنین، مغزتان فکرتان داخل نفس کشیدنتان باشه که باز میبینین که کدام عضلات مشغول کار است، مشغولی از این نفس کشیدن همراهتان است. باز نفس از رای بینی میگیرین و از داخل بینیتون خارج میکنین.